به نظر تو نسیم چیا برام فرستاده؟ لذتی که در آنباکس کردن هست در هیچ چیز دیگری نیست. بیاین این لذت رو با هم شریک بشیم. محصول اول یه آبرسان خیلی خفن برای بعد از حمومه از برند آنت جکیز یا عمه جکی. محصول هیجان انگیز بعدی کار دست خودشه. یه سری سشواره، مخصوصا برای کسایی هم که از بیگودی استفاده میکنن. خیلی راحت موها رو خوش میکنه. و این جانب اسطوره تأخیر در دیدن رنگ. وای خدایا، آبی. این حوله پلاپینگ یه دستکش میکروفایبر هم داره برای قبل از اینکه موهاتون رو پلاپینگ کنین باهاش اضافه موادتون رو بگیرین. اینجوری موهاتون از ریشه فر میشه. و در آخرم کاسترد کرلالا که اونم از برند عمه جکیزه که باب موهای دکولوره شده است. فرفری قشنگم اینا دستساز خودشه. ذوق میکنم وقتی این همه هنرمندینا، این همه. حالا بریم استفادهش میکنیم. البته نه توی این ویدیو.